درود بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را با خبرهای نوین تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. امروز چهارشنبه دهم فوریه است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه روز. مدیر دانشکده اسلامی میگوید شماره خواهشمندان تحصیل دین کم شده است، اما کارشناسان میگویند مشکل در صفت تعلیم و تامین با جای کار است. پول زیاده خرج میکنیم و آنها در آخر کار پیدا کردن نمیتونن. شرکت چینی محله را ویران کرد و رفت. ساختمان شهرک چینی را حکومت شهر خوجند بر عهده گرفت. پس از دادخواهی تقصیرانهای 5 سامانه مقامات نیز ظاهرا در فکر قانونی کردن فعالیت آنها شدند. یگو جمعیت تشکیل کردن یا که یگو امتیازهای وقتی پاتنت میگیرن یا دیگر میگیرن. مسئولان بانک ملی از تصمیم بحث برانگیز خود جهتی برهم دادن نقطه‌های صرافی و یا پول عوض‌کنی در تاجیکستان حمایت کرده میگویند با این راه آنها از خودسرانه بالا بردن قرب اسعار خارجی در کشور پیشگیری کردند و شماره نقطه‌های بانک‌های رسمی برعکس افزایش یافت. مسئولان بانک ملی امروز دهم فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه در این رابطه اظهار نظر کردند. اما ساکنان تاجیکستان میگویند پس از برهم دادن صرافی ها آنها در خریداری اسعار نقد خارجی با مشکل دچار می آیند و مجبورند ساعت ها پشت در بانک ها منتظر باقی مانند. گزارش مفصل رادیوی آزادی از نشست بانک ملی تاجیکستان را در سامانه آزادی می توانید پیدا و مطالعه کنید. امروز در نشست مطبوعاتی کمیته دین در شهر دوشنبه گفته شد که نقشه به جای دیگر کوچانیدن یگانه دانشکده اسلامی در پایتخت تاجیکستان به تأخیر افتاده است. مقامات میگویند مشکلی مالیوی پیش آمد، اما کارشناسان مستقل به همکارانم در شهر دوشنبه گفتند مشکلی دانشکده اسلامی با ساختن بینای نو حل نمی شود، چون ریشه آن در صفتی تعلیم است نه بینا. چون و چرای این موضوع را همکارم شهلا عبدالله‌ای شرح می‌دهد. یگانه دانشکده اسلامی تاجیکستان قرار بود امسال دانشجویان در موسم نوی سال خوانش به دیگر جای کوچانیده می شدند، اما طرح ساختمان و نقشه کوچانیدن برای یک سال دیگر به تأخیر گذاشته شد. به خاطر شرایط خاصی مالیوی که در حالت پاندمی به وجود آمد کمی به تأخیر گذاشته شده است. مکان جایگیری شوی این بنا در نزدیکی مسجد نو، کلانترین مسجدی که در پایتخت ساخته می شود قرار دارد. در این بنا نزدیک به 900 دانشجو تحصیل می کنند. مسئولین می گویند در بنای نو فراگیری دانشجویان به تعلیم دینی بیشتر شده، در یک بس تحصیل 1,500 دانشجو در نظر است. بنیاد دانشکده نو با خرج بیش از 130 میلیون سومانی و در میدان 3 هکتار پیش بینی شده است. نگرانی ها از دسترسی به تعلیم دینی بارها صدا داده است، اما مدیر دانشکده اسلامی تاکید می کند که مراجعت داوطلبان برای تحصیل در مؤسسه زیر راهبریش کم شده است. تعداد داوطلبان کمتر شده است. اگر شما حسابات دانشکده را یا که پرس ریزینگ دانشکده را مطالعه کرده باشید، از 330 نفر همگی زیاده کمی بیشتر از 202 نفر مراجعت کردند. برخی کارشناسان سبب کاهش داوطلبان را به این دانشکده به طور درست و کافی راه اندازی نشدن صفت تعلیم می‌بینند. درس رو بسیار خوب نمیگویند. آموزش معلم خوب درسش به میروند. این کارشناس تاجیک مشکل دیگر را در پیدا نکردن جای کار پس دنیوی هست. این هم 300 نفر برای تاجیکستان زیاد نیست. یعنی که ما پول زیاده خرج میکنیم و آنها در آخر کار پیدا کردن نمیتونن. دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم، سابق مدرسه اسلامی به نام امام ترمیزی، سال 1997 بعد از بین بردن سابق اداره مفتیات به قید گرفته شد. شهردار خوجند اعلان کرد که عائله‌هایی که خانه‌هایشان برای بنیاد طرح پرآوازه شهرک چینی تخریب شده بود، خانه‌های نو می‌گیرند.
6 سال قبل سرمایه‌گذاران چینی در ساحل دریای سیر بیش از 30 خانه را با وعده بنیاد سلسله بناهای بسیار آشنا ویران کرده بعداً به عهدشان وفا نکردند. اینک با گذشت 6 سال سرسانی‌های ساکنان، شهرداری خوجند گفت که تا جشن نوروز ساکنان صاحب خانه‌های نو خواهند شد. گزارشی فرزان محمدی از شهر خوجند. فردوس شریفزاده شهردار نوی خوجند روز 9 فوریه در حضور خبرنگاران اعلام کرد که دست کم تا 2 ماه دیگر عائله‌هایی که ضمن طرح پرآوازه شهرک چینی از خانه‌هایشان محروم شده بودند منزل ساخته خواهد شد. شرکت ساختمانی حسن‌آرا یک که مالکان شهروندان چین هستند سال 2015 در محله نزدیکی رود سیر 32 خانه را ویران کرد تا سلسله بناهای بسیار آشنا بسازد، ولی دیرتر از اجرای طرح دست کشید. سیدو عائله که در محله رحمان نبیف با وعده بناهای نو خانه‌هایشان تخریب گردید بیشتر از 5 سال اینجانب در منزل‌های اجاره زندگی می‌کنند. هرچند اجاره پولی را حکومت شهر پرداخت می‌کند، ولی ساکنان در صحبت‌های قبلی با رادیو آزادی گفته بودند که انتظاری زیاد آنها را نگران کرده است. طرح محله که آن را چاینا تاون می‌نامیدند در مرکزی ولایت سوخت ماه آگوست سال 2015 با مدیر کل شرکت پکین جاو شینجا و گروهی از معماران چین نهایی شد. بر اساس طرح در اینجا باید 15 بنای بسیار طبقه برای 1200 عائله، مکتب 4 آشانه و دیگر انشاءات اجتماعی ساخته میشد. شهرداری میگوید این شرکت با سبب تکنیکی بلند بودن سطح آب و مسئله های دیگر شهرک را نساخت. مسئله های دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد معلوم نیست. جانب چین تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است، ولی اکنون تاوان خانه‌هایی را که شرکت چینی ویران کرد و نساخت حکومت خواهد داد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. اگر عمر وفا میکرد امروز 10 فوریه طاهری عبدالجبار پایه‌گذار جنبش رستاخیز به سن 75 سالگی میرسید. طاهری عبدالجبار از وکیلان فعال شورای عالی، پارلمان وقت و مؤلف نخستین طرح اعلامیه استقلالی تاجیکستان است. او در سن 63 سالگی سال 2009 از بیماری سرطان در شهر دوشنبه درگذشت. در روز زادروز طاهری عبدالجبار همکارانم برات یوسفی و فرزان محمدی گزارش آماده کردند که حالا یک پارچه آن را با هم می‌بینیم. من پیشنهاد میکنم که ما باید یک کمیسیون بین‌الخلقی سازیم. طاهری عبدالجبار و میکروفون 6. تقریبا 13 سال پیش این نام و صحبت‌های صاحب این نام از طریق میکروفون 6 شورای عالی در جامعه وقت تاجیکستان شوروی مطرح بود. طاهری عبدالجبار از نخستین دانشمندان تاجیک یاد می شود که در بیداری تفکر و گوناگون اندیشه مردم سهم کلیدی داشت. ایشان اولین شخصی هستند که اعلامیه استقلال تاجیکستان را در شورای عالی در مجلس شورای عالی به میان گذاشتند. فعالیت‌های سیاسی طاهری عبدالجبار و سازمان مردمی رستاخیز تا زمان شروع جنگ شهروندی ادامه کرد. بیننده ارجمند، شکل کامل این گزارش در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو گذاشته شدند. شما را به تماشای شکل کامل این گزارش دعوت میکنیم. هفته روان غیر منتظره وزیر نقلیات تاجیکستان از کار تاکسی های 5 سامانه حمایت کرده اشاره کرد که این نوع صاحبکاری به مدیریت بهتر احتیاج دارد. این در حالی است که عملیات پی در پی کارمندان حفظ حقوق و ترتیبات کاسه صبر رانندگان این نوع تاکسی را لبریز کرد و نفری از آنها که قبلا خبرنگاری میکرد برای حمایت از کار چنین تاکسی ها بر رئیس جمهور مراجعت کرده بود. ظاهرا دادخواهی خبرنگاران تاکسیران به گوش مسئولان رسید. همکارم کیومرسی عطا موضوع را ادامه می‌دهد. عبدالستار اصلا خبرنگار است، اما چند سال آخر با تاکسیرانی روز می‌گذراند. آخر سال گذشته در یک مراجعت ویدیویی به پرزیدنت امام علی رحمان درباره چند مشکل از جمله بیکاری گفت. خود عبدالستار میگوید بعد آنکه پی هم 2 دفعه از سوی ناظران راه برای مسافرکشی غیر رسمی جریمه شد، تصمیم گرفت در نوار از مشکلات بگوید. پیش از اون که این ویدیو رو کردم، من قریب 1 سال پیش وقتی که رئیس شهر نو تعیین شده بود،
در وایبرشون که اعلام کردم برای مراجعات من گفته بودم که همین پرابلم هست مبادا که مردم به تنگ آیند خوب می شود که از حاضر شما یک چراندیشی کنید. فعالیت تاکسی های غیر رسمی به مانند تاکسی عبدالستار مخصوصا در دوره پاندمی کرونا ویروس در کشور خیلی زیاد شد. با بسته شدن راه به سوی روسیه و افزایش صف بیکاران، بسیاری ها برای پیش بردن زندگی به تاکسیرانی روی آوردند. عبدالستار پیر محمدزاده میگوید میخواست برای تاکسیرانی اجازت نامه بگیرد و فعالیت خود را رسمی کند، اما برای این باید ماشین می داشت که حداقل سال 2016 هم استحصال شده است. اکثر ماشین هایی که به مسافرکشی مشغولند کهنه هستند و رعایت این طلبات برای صاحبان آنها مشکل است. مردم دیگر راهی درآمد ندارند، فقط به خاطر اون برای میبرند که مثلا با همون 5 نفر 6 نفر مسافر در یک روز میکشونند، 4 نان میگیرند، 2 کیلو شکر، شیرینی گرفته برای کودکانشون از کوچه به خانه میدارند. تمام. ماه اکتبر سال گذشته وزارت نقلیات یکجا با حکومت شهر دوشنبه برای آشکار کردن تاکسی های غیر قانونی رید گذراندند. با ادعای مقامات این مسافرکش ها غیر رسمی و کهنه بوده به خطر نیستند، قاعده های حرکت در راه را ویران میکنند و باعث به تنبشوی در راه ها میشوند. چون این تاکسی ها را هم اکثرا ناظران راه نگاه داشته جریمه میبندند. وزیر نقلیات تاجیکستان غیر انتظار ساکنان گفت مقامات به فعالیت تاکسی های غیر رسمی ضد نیستند و برعکس آماده هستند به آنها یاری کنند. وزیر گفت در این رابطه آنها به زودی تصمیم خواهند گرفت. یعنی اومختن کدوم راه خطی؟ یعنی شکلی مثلا چه شما گفتید یگون جمعیت تشکیل کردن یا اینکه یگون امتیازهای و خطی پاتنت میگیرن یا دیگر میگیرن. تاکسی های غیر رسمی یکی از نقلیات سر استفاده و نسبتاً ارزان در شهر است. راهگیرای این نوع نقلیات کمی بیشتر از مسافربرها بوده، اما از تاکسی های شرکت های رسمی خیلی ارزان تر است. در حالی که در تاجیکستان بنابر بسته بودن مرز روسیه مهاجران با تاکسیرانی روزی خود را پیدا می کنند، در قرقیزستان ساکنان محلی با استفاده از زیبایی‌های طبیعت و ذخیره‌های طبیعی تلاش دارند روزگار خود را پیش برند. چگونه؟ خرامان بقازاده قصه می کند. аракул ки дар тақрибан 230 километри пойтахти қирғизистон шаҳри бишкек ҷойгир аст, ҳар зимистон ях мебандад. аммо ҳамчун як макони туристӣ ин кӯл 3 соли пеш маъруфият пайдо кард. сокинони маҳаллӣ онро байкали қирғизистон меноманд. дар рӯзҳои истироҳат онҳо барои меҳмонон пойафзоли яхмолакбозӣ ва чанаҳои худсохтро ба иҷора медиҳанд. кенҷабек чоқморов аз ин ҳисоб дар як рӯз аз 200 то 1000 сом даромад мегирад ки тахминан 3 то 14 доллари амрикоӣ мешавад. این ماشینچه فرزندانم بود. خانگی ها میخواستند که آن را به اخلاط پرتایند، ولی من آن را تعمیر کردم. من از این ماشینچه چنه درست کردم. به خصوص برای خردسالان سوار شدن به آن خیلی پسند است. نمودی ظاهرش خود یک رکلام است. зимистони имсол ӯ боз 40 ҷуфт пойафзоли яхмолакбозӣ харида дар назди кӯл хайма гузошт то ин ки меҳмонон чойи гарм ҳам бинӯшанд. ба ин кор ҳама аъзои оилаи ӯ ҳамсар, писарон ва духтараш ҷалб шуданд. бархе ҳамдеҳагонаш ба назди кӯл аспҳоро оварда сайёҳонро савор мекунанд. баъзан дар як рӯз ба ин мавзеъ то 3000 нафар барои тамошо меоянд. раиси ҳукумати маҳаллӣ мегӯяд аракул обанбори сунъӣ аст. аракули хурд дар соли 1958 пайдо шуда аллакай соли 1986 аз ҳисоби давлат як обанбори калон кӯли ҳозирии аракул кофта шуд. 558 гектар замини киштори дигарро аз ин ҷо обёрӣ мекунанд. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه azadi.org می توانید دریافت کنید. گزارش های دیگر را در صفحه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتان.